آیت الله قزوینی و استکبار جهانی. و حتی با کمال وقاحت میگید برای کشتن مسلمان ها باید ما از کفر جهانی و استکبار جهانی استفاده کنیم. نمیدونیم این چه منطقی هست. شما که دم از قرآن میزنید، 10 آیه قرآن در رابطه با عدم جواز هر گونه رابطه با کفر جهانی و با استکبار جهانی و با یهود و اون مسیحی هایی که جنگجو هستند و جنگ طلب و آدمکش هستند. حالا من نمیدانم این قضایا روی چه مسئله ای هست، چه قضایایی هست. بینندگان عزیز، جناب آیت الله قزوینی میگوید هر گونه ارتباط با کفر جهانی و استکبار جهانی حرام است و 10 آیه در مورد آن نازل شده است. اما سوال ما از ایشان این است: مگر روسیه و چین که خون هزاران مسلمان بیگناه را در چچن و ترکستان ریختند استکبار جهانی محسوب نمی شوند؟ در ضمن چگونه حکومت جمهوری اسلامی با همدستی با همین یهود و نصارا، آمریکا و انگلیس خون صدها هزار مسلمان بیگناه را در افغانستان و عراق ریختند؟ آیا این همکاری به قول شما اسکبار جهانی نیست؟ که البته دو رئیس جمهور ایران خاتمی و احمدی نژاد به این امر اذعان نمودند. با هم توجه کنیم. طالبان دشمن ماست، آمریکا هم احساس می‌کرد طالبان دشمن ماست و سرنگونی طالبان در درجه اول تامین کننده منافع ایران بود. در افغانستان به قول خود افغان‌ها چیزی نبود که خراب بشه. قبلا همه چیزش خراب شده بود. امریکایی‌ها حمله می‌کردن، میگفتن حالا رفتن پناهگاهی رو پیدا کردن، مثلا در غارها حمله می‌کردن، یه بمب عجیب غریبی رو که می‌تونه یه کوه رو منهدم کنه شلیک می‌کردن، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. در یکی از این جلسات یکی از اعضای هیئت ایرانی نظامی بود و اون توضیح داده بود شرایط داخل افغانستان رو. قبل از اون احساس دشمنی با صدام نبود. صدام دشمن ما بود، بنابراین ما هم می‌خواستیم که صدام از بین بره. گفتم بیاییم تجربه افغانستان رو در مورد عراق رو تکرار بکنیم، منتها این دفعه 6 به علاوه 6 باشه. 6 همسایه عراق به علاوه 5 عضو دائم شورای امنیت که آمریکا هم جزو اوناست، به علاوه مصر. آینده عراق هم برای ایران بسیار مهم بود. در همین چارچوبی که ما به افغانستان نگاه می‌کردیم، به آینده عراق هم نگاه می‌کردیم. نیروهای زیادی در ایران بودن، شخصیت‌های برجسته‌ای که میتونستن رهبران آینده عراق باشن. آیا نمیشه به این ایران به عنوان نیرویی که میشود با اون مشکلات را حل کرد نگاه کنیم تا خود این را مشکل بزنیم؟ اینها اینقدر پررو هستن، در افغانستان باشون همکاری شد، در عراق باشون همکاری شد، در هسته‌ای هر تحمیلی کردن پذیرفته شد. بعد آقای بوش اومد با پررویی گفت ایران محور شرارت است. بعد از اون همکاری ها اما پس از اشغال عراق توسط به قول آیت الله قزوینی اسکبار جهانی یا همان استکبار جهانی خودمون یعنی آمریکا و انگلیس، با هم ببینیم چه کسانی با آنها همدستی کردند. عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب عراق دست در دست جورج بوش پرچمدار به قول آیت الله قزوینی اسکبار جهانی و قاتل صدها هزار مسلمان بیگناه. و اینم عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب عراق دست در دست تونی بلر نخست وزیر انگلیس و قاتل صدها هزار مسلمان بیگناه. در اینجا پل برمر حاکم آمریکایی عراق بر سر سفره مراجع شیعه در عراق، در حالی که صدها هزار عراقی مسلمان از گرسنگی میمیرند.
مراجع شیعه در کنار کولین پاول وزیر خارجه وقت آمریکا و پول برمر حاکم آمریکایی عراق. مراجع شیعه در حال روبوسی با کولین پاول وزیر خارجه در کنار پول برمر حاکم آمریکایی عراق. چند تن از علمای شیعه در کنار پول برمر حاکم آمریکایی عراق. حال قضاوت با شماست.